در این ویدیو میخوایم به صورت خلاصه پلان رو آموزش بدیم. پلان و نحوه ترسیم اجزای پلان. قبل از اینکه بخوایم توضیحاتمون رو شروع کنیم بهتره که بدونیم اول پلان چی هست. به زبان ساده اگر بخوایم یه تعریف کلی از پلان بگیم، اگه یه صفحه فرضی بیاد ساختمان ما رو از ارتفاع 2/3 یا 3/4 قطعش کنه، هر چیزی که بالای اون صفحه فرضی قرار میگیره رو ما بیایم حذفش کنیم مثل تصویر و از بالا به سمت پایین نگاه کنیم، هر چیزی رو که میبینیم و ترسیمش میکنیم میشه پلان. حالا زمانی که این صفحه فرضیه طبق تصویر ساختمان ما رو قطع میکنه، یه سری از آیتم ها کات میشن. یه سری مثل این دیواره ها که خطوطشون هم پررنگ تر هست. یه سری موارد کوتاه هستن مثل این پله ها و کات نمیشن. به اون مواردی که کات میشن مثل دیواره ها با راپید با شماره بالاتر ترسیم میکنیم و قلم ضخیم‌تر بهشون میگیم خطوط برش خورده، و آیتم هایی که به صورت کوتاه هستن و کات نمیشن بهشون میگیم خطوط نمایی و با قلم های نازکتر ترسیم میشن یا راپید شماره پایین‌تر. در این بین 3 تا استثنا داریم: شیشه، در و پروفیل که منظور اون همون قاب در و پنجره است. اینها با اینکه کات میشن ولی چون خودشون از لحاظ ابعادی ظرافت دارن، به همین دلیل با قلم نازک ترسیم میشن. یعنی با نازکترین ضخامت قلمی که داریم که توی راپید ها میشه شماره های مثلا 500 شماره 1 که کمترین ضخامت قلم رو داشته باشه. خب بعد از تعریف پلان میخوایم تک تک اجزای پلان رو نحوه ترسیمش رو یاد بگیریم و توی یک پلان واقعی اونها رو بررسی کنیم. اولین مورد جداره ها هستن. وقتی که ما یه جداره داریم یه صفحه فرضی ازش عبور میکنه، اون رو به صورت مستطیل میبینیم، یا اگر ستون داشته باشیم، اگه مقطعش مربع باشه مربع هست، اگر مقطعش دایره شکل باشه به صورت دایره شکل میبینیم توی نقشه ها. و معمولا هم چون کات میشن شامل خطوط برش خورده میشن و با قلم و در واقع راپید شماره بالاتر مثلا 5 یا 6 ترسیم میشه. مورد بعدی درها و پنجره ها هستن. برای اینکه بخوایم نحوه ترسیم یک پنجره رو یاد بگیریم، اول باید یک دید کلی نسبت بهش داشته باشیم. من روی تصویر زوم میکنم. خب اگر یک صفحه فرضی بازشوی ما رو قطع کنه و قسمت بالای شما حذف کنی و از بالا بهش نگاه کنیم، 2 تا دیواره 2 سمت هستن که برش میخورن که طبق تصویر دارید میبینید. شیشه هستن و حالا توی 3 بعدی بخوایم یه دید بهتر نسبت بهش داشته باشیم بهتر است. جدارا هستن که کات شدن، چون شامل خطوط برش خورده میشن با قلم 5 ترسیمشون میکنیم. شیشه که جز استثناءمون بود و به صورت یک مستطیل باریک ترسیم میشن و با قلم 1 ترسیم میشن. و 2 سمت پنجره که دارید مشاهده میکنید کف پنجره هستن، یه خط اینجا داریم و یه دونم این سمت، چون دیواره کوتاه محسوب میشن و کات نشدن با قلم نازکتر یعنی در واقع راپید سرمون ترسیمشون میکنیم. و در زمان ترسیم یه همچین حالتی داریم که به این صورت که بخوایم ترسیم رو انجام بدیم، این در واقع میشه و 2 تا دیواری که 2 سمتش وجود داره.
با یه قلم نازک مثلا یه رنگ دیگر رو انتخاب میکنیم، مثلا آبی رنگ. پروفیل های پنجره ترسیم میشن. خود شیشه. و خطوط اطرافش که گفتیم با قلم 3 ترسیم میشه. کف پنجره ها هست. این نحوه ترسیم پنجره ها در پلان هست. آیتم بعدی که توی پنجره ها باید بدونید مقابل یا دستانداز پنجره است که فاصله کف زمین تا کف پنجره رو بهش میگن مقابل پنجره، که برای سرویس و حمام ارتفاع بیشتری داره، بین 1.70 تا 2 متر برای دید کمتر، و فضاهای معمولی معمولا 1 متر تا 1.10 متر هستن، مگر اینکه ساختمان ما به صورت ویلایی باشه و پنجره ها تا کف قرار گرفته باشه. اگه تو نقشه ها بخوایم این بازشوها رو ببینیم، نحوه ترسیمشون رو، که توی این پلان میتونید نحوه ترسیم درها، پنجره ها رو میتونید ببینید، دیواره ها و پنجره. مورد بعدی درها هستن. درها توی پلان به صورت باز ترسیم میشن و 90 درجه، و توی سه‌بعدی بخوایم ببینیمشون، چون به صورت باز ترسیم میشن، 2 تا دیواره در اطرافش هست، در که به صورت عمودی و 90 درجه ترسیم میشه، و مسیر باز شدن در به صورت یک کمان معمولا ترسیم میشه. خب بخوایم نحوه ترسیمش رو ببینیم. معمولا 2 تا دیواره در کنار قرار گرفته. با قلم 5 ترسیم میشن. پروفیل ها بودن که با قلم 1 ترسیم میشدن. همون قابل در پنجره. خود در. که اندازه در باید با فاصله بین 2 تا پروفیل یکی باشه، یعنی هر چقدر این فاصله است این اندازه هم در هم به همون میزان هست. و یک کمان به جهت باز شدن در رو نشون میده. نمونه های بهترش رو میتونید که تصویر ببینید. درها، نحوه ترسیم در. برای ابعاد اندازه درها هم یه سری آیتم ها رو باید بدونیم که درها معمولا ارتفاعشون 2.20 در فضاهای مسکونی، عرض درهای اتاق ها معمولا بین 90 تا 1، سرویس ها بین 80 تا 75 هستن، و درهای ورودی معمولا 1.20 هستن.
این هم نحوه نمایش درست در و پنجره است. مورد بعدی پله و آسانسور هست. پله ها گفتیم که جزء مواردی هستن که کوتاه هستن، بنابراین با قلم 3 ترسیمشون میکنیم برای که نشون بدیم که پله کجای پله پایین‌تر قرار گرفته و کجا بالاتر. از یک فلش استفاده میکنیم که بهش میگیم خط مسیر پله. شروع این فلش نشون دهنده پایین پله هست و نوک این فلش نشون دهنده قسمت‌های بالای پله است. مورد بعدی آسانسورها هستند. آسانسورها معمولا 3 سمتشون دیوار هست و یک باکس جهت نشون داد با قلم نازک‌تر، قلم 1 برای نشون دادن قسمت کابین و یک در کشویی. معمولا هم آسانسورها در نزدیکی باکس پله قرار دارن که توی نقشه ها هم میتونیم موقعیت آسانسور رو پله رو ببینیم. نحوه نمایش آسانسور هست و این هم باکس پله. یکی از موارد دیگه در پلان ها ما باش برخورد می‌کنیم کدهای ارتفاعی هستن. کد ارتفاعی چی هست؟ برای نشون دادن اینکه ما در چه لولی قرار گرفتیم، این پلانی رو که داریم معرفی می‌کنیم در چه لولی قرار گرفته نسبت به سطح زمین، معمولا از کد ارتفاعی استفاده می‌کنن. نحوه نمایشش همین چیزی که هست که توی تصویر دارید می‌بینید. معمولا سطح زمین یا سطح حیات رو 0 در نظر میگیرن. هر چیزی بالاتر از اون قرار گرفت با عدد مثبت و هر چیزی پایین تر از اون قرار گرفت با عدد منفی نمایش داده میشه. فرض کنیم یه مثال بخوایم براش بگیم. اگر ارتفاع هر طبقه 3 متر باشه و ما طبقه 3 قرار گرفته باشیم، کد ارتفاعی پلان طبقه 3 مجموع هر کدوم از اون 3 متر است دیگه. یعنی کد ارتفاعی اون طبقه 3 میشه -9 و اگر منفی باشه به همون میزان عدد منفی اضافه میشه. نمایش کد ارتفاعی رو داخل پلان هم ببینیم. اینها نمایش کد ارتفاعی است. الان این پلان در ارتفاع مثبت 5 متر و 80 قرار گرفته. مورد بعدی در پلان ها علامت شمال هست. علامت شمال چی هست؟ با N نشون داده میشه، از کلمه نورت میاد، برای نشون دادن جهت جغرافیایی و موقعیت اون ساختمان ما هست که N جهت شمال رو به ما نشون میده. جنوب سمت پایین هست، سمت راست شرق و سمت چپ غرب هست که توی نقشه ها هم الزاما حتما باید گذاشته بشه. نحوه نمایش کد ارتفاعی هم خب میتونه خیلی متفاوت باشه توی پلان های مختلف، ولی از همون کلمه N مشخصه که شمال کجا قرار. مورد بعدی داکت ها هستن. داکت چی هست؟ محل عبور لوله های تاسیساتی رو بهش داکت میگن. معمولا یک محفظه هست که هیچ سقفی ما بینش قرار نگرفته. لوله ها ازش رو برای عبور لوله ها هست، برای عبور کانال های کولر و آیتم های تاسیساتی. اگر بخوایم توی واقعیت نمونهش تصاویرش رو ببینیم، مثل تصاویری که نشون داده میشه، قبل از اینکه جداره های اطرافش رو اجرا بشن لوله ها عبور میکنن. سقف توی این قسمت وجود نداره. بعد از اینکه لوله کشی انجام شد جداره های دورش ترسیم میشه.
داکت ها معمولا در نزدیکی فضاهای تر یا آشپزخانه سرویس ها وجود دارند، یا مثلا برای شومینه، برای پانل کولر که 3 سمتش دیوار هست که با قلم 5 ترسیم میشه. نحوه نمایش خودش هم به این صورت هست. توی نمونه هاش هم توی نقشه ها میتونید ببینید به این صورت هست. اینها داکت هایی هستن که برای مثلا کانال کولر استفاده شدن، داکت هایی که برای سرویس ها هستن، داکت آشپزخانه. مورد بعدی نمایش کمد هست. توی نقشه ها معمولا وسیله یک ضربه در نشون داده میشه که نمونه درستش رو اینجا ببینیم. 3 سمتش که معمولا دیوار هست با قلم 5 ترسیم میشه و خود اجزای کمد رو هم با قلم 1 ترسیم میکنیم. عمق کمد ها برای کمد لباسی ها حداقل 60 هست و برای جاکفش 30 هست. نحوه نمایشش تو پلان ها میتونه به صورت هاشور باشه یا ضربه در که حالا توی این پلان ها میتونیم نمونه هاش رو ببینیم. اینها کمد هستن و معمولا در نزدیک اتاق خواب‌ها قرار گرفتن. این دوباره یه نمونه از کمد. مورد بعدی کنسول یا پیش آمدگی سقف هست که اگه سقف حالت پیش آمده داشته باشه در اصطلاح بهش میگیم سقف کنسول شده. توی پلان طبقه پایین این پیش آمدگی سقف رو با خدچین نشون میدیم. در واقع میتونیم بگیم که هر اتفاقی که توی سقف افتاده باشه و ما نبینیمش با خدچین توی نقشه نشون داده میشه. مثلا نورپردازی هایی که توی سقف ها اتفاق میفته با سقف های کاذب و اخیراً توی اکثر مسکونی ها میتونید همه اونها رو با خدچین نشون داده میشه. یا اینکه توی ورودی ساختمانتون یه سایبان باشه. این تعریف پلان به این صورت بود که یه صفحه فرضیه که از ارتفاع 2/3 یا 3/4 ما هرچی بالای اون قرار گرفته بود حذف می‌کردیم، آیتم هایی رو که نمی‌بینیم رو با خدچین نشون میدیم. مثلا توی نقشه ها میتونید نمونه هاشو ببینید. این خدچین هایی که اینجا وجود دارن اتفاقاتی هست که برای نورپردازی توی سقف افتاده که به صورت خدچین نشون داده میشه. مورد بعدی رمپ هست که میتونه به صورت منحنی یا به صورت مستطیل باشه. رمپ چی هست؟ یک سطح شیب داره که 2 تا اختلاف سطح رو به هم وصل میکنه. رمپ هم جزء مواردی هست که ما به صورت نمایی میبینیم. معمولا خطوط دور تا دورش رو با قلم 3 ترسیم میکنن و هاشورها که نحوه نمایش رمپ هست رو با قلم 1 نازک‌تر ترسیم میشه، راپید 1. معمولا رمپ ها در سطح شیبشون با هم متفاوته بسته به این که برای چی داریم استفاده میکنیم. رمپ برای ماشین باشه، برای افراد پیاده، برای معلول، برای دوچرخه، در سطح شیبشون با هم متفاوت هست. نحوه نمایشش هم توی نقشه ها که خب میتونید توی این نقشه البته ما نمایش رمپ رو نداریم. مورد بعدی قبل از اینکه پله ها رو تکمیل کنیم یه سری آیتم های دیگه است در مربوط به مبلمان ها هستن. مبلمان ها هم با قلم نازک ترسیم میشن. نحوه نمایش تخت 1 نفره، تخت 2 نفره، میز ناهارخوری، سینک، گاز، توالت ایرانی، روشویی و غیره که اکثر مبلمان ها توی نقشه ها مشخص هستن. به اضافه یه سری زیرنویس های نقشه ها هست که اینجا لیستوار مشخص شده. بعضی از این موارد که نیاز به توضیح داره مثلا تیپیکال فلور پلان هست که به چه معنی هست؟ وقتی که ما یک حالا ساختمان داشته باشیم چندین طبقه، مثلا چند تا از طبقه‌هاش از لحاظ ظاهری کاملا شبیه هم هستن، به جای اینکه برای هر کدوم از اون طبقات نقشه مجزا تهیه بشه یک نقشه تهیه میشه، زیرنویس اون گذاشته میشه تیپیکال فلور پلان و داخل اون نقشه کدهای ارتفاعی که شبیه هم هستن و از لحاظ ظاهری گذاشته میشه. بذاریم ببینیم چه این نقشه موجود هست.
خیر. مثلا چند کد ارتفاعی پشت سر هم گذاشته میشه، مثلا لول 3، لول 6، لول 9. این سه تا مثلا تیپیکال فلور پلان هستن، یعنی در واقع از لحاظ ظاهری یکی هستن، شبیه هم هستن. مورد بعدی و مورد آخر در واقع پله ها هستن. گفتیم که پله ها جزء آیتم هایی هستن که زمانی که ترسیم میکنیم و یک صفحه فرضی، گفتیم تعریف پلان هست که ساختمان ما رو از یه ارتفاعی برش میزنه، پله ها چون از لول پایین شروع میشن و به سقف میرسن، بخششون بالای این صفحه قرار میگیره و بخششون پایین صفحه. محلی که این صفحه دقیقاً پله ما رو قطع میکنه با یه خط نشون داده میشه، مثل تصویر به صورت رعد و برق هست، بهش میگیم خط برش پله. این محلی هست که این صفحه زردرنگی، اون صفحه فرضی ما، از پله ما عبور میکنه و قراره که هر چیزی از صفحه فرضی به سمت پایین رو ما نمایش بدیم و هر چیزی بالای اون صفحه قرار گرفته و نمیبینیمش رو با خطچین نشون میدیم. پس بعد از این خط برشه ما پله ها رو به صورت خطچین ترسیم میکنیم. خط مسیر پله هم که قبلا در موردش صحبت کردیم. حالا میریم سراغ پله های طبقاتی. وقتی که از این پله ها ما عبور میکنیم در طبقه پایین، تا اینجا که پله ها به صورت عادی ترسیم میشن، توی بازوی دوم هم از یه جایی چون صفحه فرضی عبور کرده، بعد از خط برش پله ما پله ها رو به صورت خطچین ترسیم میکنیم. نکته مهم وقتی که میریم طبقات بعدی و این صفحه فرضی پله های ما رو قطع میکنه و ما از بالا به سمت پایین نگاه میکنیم، بعد از این صفحه فرضیه ما پله های طبقه پایین رو میبینیم. اینجوری نیست که مثل طبقه اول که صفحه فرضی پله های ما رو در بازوی دوم قطع کرده بود، خب چون زیر پله خالی بود ما عملا هیچ چیزی رو نمیدیدیم و پله ها رو به صورت خطچین ترسیم می‌کردیم. ولی در طبقات بعد از عبور این صفحه فرضیه ما داریم پله های پایین رو در واقع زیر پای خودمون میبینیم. پس بعد از خط برش پله در طبقات پله ها به صورت خط ترسیم میشن، چرا که ما داریم پله های طبقه پایین رو میبینیم. پس یه جمع‌بندی نهایی کنیم. در باکس پله ها بعد از خط برش پله در پایین ترین طبقه پله ها به صورت خطچین ترسیم میشن و بعد از اون توی طبقات بعدی بعد از خط برش پله ها به صورت خط نمایی ترسیم میشن.